احترام نظامی این دیگه پارت آخره. ناموسن هر سری من همینو میگم ولی این پارت آخره. ترکیب رنگ آبی و خاکستری خیلی باحال شده. راه میچرخه و تغییر پیدا میکنه. انگار دارم از بین سرم راه میرم. Now you'll help me destroy it all. تو بهم کمک میکنی همش رو نابود کنم نه؟ خب میگه که وقتی که دمیج سنگین بخوری و بمیری آینه هم میشکنه و به جای جون تو استامینا و همه چیزت پر میشه. خب الان دارم همه راههایی که از اول اومدم و دوباره میرم. نمیذاری رد بشم؟ خودت خواستی. Motherfucker! All I need in a life with sin. It's me and my girlfriend. You're in my way again. دوباره سر راهمی. مشکلی نیست. انقدر این کارو میکنم اینجا رو با خونتون قرمز میکنم. Stay out of my way. All I need in a life is sin. It's me and my girlfriend. Woohoo! دوباره رهامو میبندی؟ یا منو میبینی میخندی؟ بگو روباه سگ. روباه سگ چه فوشی. روباه سگ خودشه. حالا دیگه راه برگشتی نیست. خب پس اینجا باس فایت نهایی. Let's do this. Shimizu Hinako. بیام برات شیمیزو هیناکو. شیمیزو هیناکو. Impossible. You still cling to life. غیر ممکنه هنوز که زنده ای. جونکو چطور تونستی؟ چطور تونستی طرف اونا رو بگیری؟ You don't understand how I feel. تو حس منو درک نمی کنی. آروم باش. اصلا میفهمی چرا اینجایی؟ فکر کن. نمیدونم. I don't know. Where am I? اصلا من کجام؟ I don't like it here. از اینجا خوشم نمیاد. خیلی حس بدی داره. I wanna go home. میخوام برم خونه. اینا چیه میخوری؟ چند وقت اینا رو میخوری؟ مشکلی نه خوب ضرری نداره اینقدر میخوری؟ نه نداره من خوبم. ببین
اینا Help me calm down. بهم کمک میکنه آروم باشم. بس کن. Shouldn't take those anymore. نباید بخوری اینا رو. ولم کن. This is what caused it all. احتمالا اون میز تقدس نداره برای ژاپنیا. به من چه اصلا؟ تو You took everything. همه چیزمو گرفتی. بیا اینم بگی دسته. بیا دسته پلیستیشن. Sakuko. ساکاکو رینکو و شو. And Sho. You even took my parents. حتی والدینم هم کشتی. بیا خفه شو هیولا. I want myself back. من خودمو پس میگیرم. Give back everything you took. هرچی که گرفتیرم پس میگیرم. تا خودشو پس نگیرین آروم نمیگیری. Are you ready? زدی؟ قلس میخوری؟ قلس میخوری؟ قلس بدمت؟ قلس میخوری؟ بیا اینو بخور. Get up. Aren't you going to kill me? پاشو مگه نمیخوای منو بکشی؟ زدی یا ببین سر شوخی رو داری خودت با میکنی. بیچ مادرفاکر. نام کن. Come on. Let's see which one of us lives. تو این چه وضعیه؟ کنم باید بزنمش. What? I can't. I won't. Break a mirror. Break I'm the not mirror. giving up Hinako. I won't. دارد بگیری بزنیش این سلاح سنگینه نمیخوره.
بابا هیچی ندارم بخورم. به جون انقدر کمه که اصلا برام مهم نیست، فقط میزنم. شو اصلا نمیشه دیگه، موسیقی چی کارش کنم؟ من هیچ جا نمیرم. من این جهان رو ترک نمی کنم. چه خبره؟ ببین بی نهایت بهم جون داد. پس این مردن عادیه، میگم من خیلی خفنم، من نمیمیرم. داداشم میگه انقدر پررو شدم جونم انقدر کسی یه شوخی نکنی. ولم کن شوخی نکن ماما. من اینجام کدان. بله عروس صورت گوشتی. دیگه کارم با این لوکیشن تمومه. نمیتونم، از اینجا متنفرم. از همتون متنفرم، از هر بخشش متنفرم. همشو نابود میکنم. Escape from the dark. Oh, escape. Oh, okay, I got it. Sorry. I should escape from the dark. I didn't get it. نه خوش آمد، خوب مووان زدی، خوب جا به جا کردی بین لوکیشن. چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ روانی؟ خفه شو! از راه هم بری بیرون. تلپورتش کن. از این که اومدی سر راه هم پشیمون میشی. Wait, everyone, just hold on. I'll speak to Hinako. همگی صبر کنید، من با هیناکو صحبت میکنم. هیناکو چرا؟ Why are you doing this? چرا داری این کارو میکنی؟ فکر کردم بهت نشون دادم. من درکت میکنم. من تو برام مهمی. فکر کنم میخواد طلاق بگیره هیناکو ازش. ما به هم قول دادیم هیناکو. ای خائن. I'm so sorry. I messed up. I just... Stop it! بس کن. Stop talking like my friend! مثل دوستان با هم رفتار و صحبت نکن. غرصه ها رو نگاه. Just need to hold out a bit longer.
که اووردوز کردم آمبولانس. یه رادیویی رو باز کردیم تو طول بازی میگفت که 15 تا جسد رو زمین و فلان. وای Get out of our way! از سر راه هم برو کنار. Out of our way! جانم روکوشی 07 داستان چی شد؟ داستان چی شد؟ ヌバタマの黒き闇へと消え失せるマナコに映る男女のまならにしなしも راستی گفت سایلنت 2 سایلنت 2 هم اینجوری تمام نشد. خدایی موزیکش خارق‌العاده است. میگم که یه چی به من نشون بده. We've got 2 male victims here. Same female suspect as in the wedding massacre on Route 8. One victim is currently in cardiac arrest. Kagrocho 1 to HQ. We haven't found the knife used by the suspect at the scene. Chances are good that it's still in the suspect's possession. Better consider her armed. Over. Attention all apartments. This is HQ. Female suspect is in her 20s and wearing a wedding dress. Height is a little over 160 centimeters. Last seen fleeing Tsuneyoshi Shrine. Believed to be armed and highly dangerous. Exercise extreme caution. Come in, HQ. This is Kagrocho 1. It appears the suspect was observed consuming red and white capsules at the scene of the crime. Kaguracho 1. همه رو کشتم. Did the capsules match the ones discovered at the wedding venue? Over. HQ, this is Kagrocho 1. Affirmative. Collected the capsules of the suspect cocktail.
من هنوز نفهمیدم چی شده. وای شب عروسیم بوده. اینا رو که میکشتم تو واقعیت داشتم میکشتم. گفتم تو واقعیت داره یه گوی میشه. چه خبره اینجا؟ somebody tell me. خب الان من میتونم رو سخت ترین درجه بازی کنم. نیو گیم پلاس هم لاک کردم. همه این چیزایی هم که آپگرید کردم و داشتم. کلید میلیدم با همه داشت. خب چی شد؟ ویو اندینگ چی داری؟ 5 تا پایان داری. خب گفته که قرص قرمز نخور، شمشیر مقدس رو بگیر یا نگیر، به خودت داره. نو هو تو ساما. اوکی برای این پایان بازم کپسول قرمز نخور و شمشیر مقدس دوباره بگیر. 2 تا پایان دیگه رو بگیر تا بهت بگیم چی کار کنی. به تمام پیغام های رادیویی UFO گوش کن. 3 تا کتاب Great Space and Vision رو پیدا کنیم. پایان UFO تابلوه. بریم ببینیم پایاناش چه خبره. خب من اومدم تو یوتیوب. اول میخواستم انگلیسیشو بذارم ولی یکی از برای بچه فارسی هم گذاشته دیگه. حمایت از کالای داخلی. تمام پایانای سایلنت هیل اف. آیا بازی وک جانم بازی نکردم. چنلش مودیا گیمه دیگه. پایانا رو گذاشتم ما هم نریم دیگه از خارجی ها نریم. برو لیتس گو. ماجرای هیناکو شیمیزو در سایلنت هیل اف یک ماجرای پیچیده و بسیار احساسی بود که در اون شاهد تغییرات روحی و جسمانی هیناکو در شهر ایبیسوگاوکا و اون معبد تاریک بودیم. در هر دوی این مسیرها اتفاقات، مبارزات و مراسم‌هایی وجود داشت که در اونها هویت هیناکو، رابطش با دوستان و اطرافیانش و حتی رابطش با خودش زیر میکروسکوپ قرار میگیره و دستخوش تغییر میشه. کسایی که بازی رو انجام دادن میدونن که تا لحظه آخر که بازی رو تموم میکنیم هیچ ایده‌ای نداریم که چه اتفاقی داره توی بازی میفته و باور کن ما تموم کردیم هنوز نفهمیدم چه اتفاقی میفته. تازه بعد از دیدن صحنه‌های بعد از تیتراژ پایانی هست که میفهمیم کل داستان در مورد چی بوده. حالا اگر بخواید نفهمیدیم ستون بازم یه صحنه بود پلیسا، ما فقط فهمیدیم که یه در جرواجر کردیم. دقیق‌تر بفهمید ماجرا از چه قراره باید چندین اندینگ دیگر رو هم پیدا کنید تا برسیم به اندینگ واقعی بازی. کاری که من میخوام توی این ویدیو انجام بدم و با بررسی اندینگ های مختلف اندینگ واقعی رو با هم ببینیم. فقط قبلش من داستان کامل بازی و اولین اندینگ بازی رو توی ویدیو قبلی مفصل توضیح دادم و توصیه میکنم اگر نمیدونید ماجرای سایلنت هیل اف چیه با این ویدیو شروع نکنید. اول اون ویدیو رو ببینید چون من اینجا داستان بازی رو خیلی خلاصه میگم و ازش رد میشم و خیلی جزئیات هست که با دیدن اون ویدیو متوجه. جایی شروع میشه که هیناکو خب میریم رو خلاصه. نوجوان بعد از درگیری با پدر مادرش از خونه میزنه بیرون و میره که با دوستاش حرف بزنه تا آروم بشه. اما خیلی زود ما میفهمیم توی شهر کسی نیست و یه جایی کار داره میلنگه. در همون اوایل بازی ما با دوستای صمیمی هیناکو که تاثیر مهمی توی بازی دارن آشنا میشیم. شو همبازی کودکی هیناکو و تنها کسی که اونو توی بچگی درک میکرده و کنار اون هیناکو میتونسته خودش باشه. رینکو دوست صمیمی هیناکو که چون به شو علاقه داره نسبت به هیناکو احساس حسادت میکنه و ساکوکو که همون ابتدای بازی یک جور گل قرمز رنگ روی بدنش رشد میکنه و میمیره. هیناکو، شو و رینکو در شهر به دنبال راه فرار هستن و با همدیگه به مکانهای مختلف میرن. از طرف دیگه هر از چندگاهی هیناکو با بیهوش شدن پا به دنیای دیگه‌ای میذاره. دنیایی که درون یک معبد تاریکه و در اونجا مردی با نقاب روباه هیناکو رو هدایت و اونو در انجام یک سری مراسم راهنمایی میکنه. در دنیای معبد تاریک ما هرچی جلوتر میریم نوشته‌هایی پیدا میکنیم که داره هشدار میده به مرد روباهی اعتماد نکن. اما هیناکو به این هشدارها توجه نمیکنه و با اعتماد کامل تمام کارهایی که اون مرد ازش میخواد رو انجام میده. هیناکو طی یک مراسم خیلی دردناک دست خودش رو قطع میکنه و به جاش دست روباه روی بدنش قرار میدن. در مراسم بعدی با سوزوندن کمرش یک نشان روش میزنن و در مراسم آخر هم اون صورتش رو از دست میده و یک ماسک روباه رو به جاش میذارن. آخرای بازی متوجه میشیم که هیناکو در حال انجام یک مراسم عروسیه و داره با اون مرد روباهی ازدواج میکنه. اما خب با سرنخ‌هایی که در شهر ایبیسوگاوکا به دست میاریم متوجه میشیم این ازدواج با رضایت اون نیست و پدر و مادرش اون رو مجبور کردن تا با پسر یک خانواده ثروتمند ازدواج کنه تا خب در مورد طراحی کاراکتر من طراحی خود هیناکو واقعا شاهکاره. واقعا
هم میخوره بهش، هم شو، هم برابر چی که طراحی شدن دوستای هیناکو، خود و هیناکو. طراحی‌ها شاهکاره. از اون ور طراحی پدر هیناکو خیلی بده. مادر هیناکو فاجعه است. انگار هم رو طراحی کاراکترش زیاد وقت نذاشتن چون کاراکتر فرعی بودن و حالا کم استفاده میشدن، هم از بس می‌خواستن اینا رو بد جلوه بدن، بد نشون بدن، دیگه همینجوری به احساس می‌کنم سرسری رفتن. اصلا جالب نیست. مخصوصا پدر خیلی طراحیش رو مخمه. میتونن ازشون پول بگیرن و پدرش قرضاشو باهاش بده و رسما داره دختر خودشو میفروشه اون مرد. پدر هیناکو قبلا هم این کارو با خواهر بزرگتر هیناکو یعنی جونکو کرده بوده. برای همین جونکو از اون اول بازی چهره نداره و نقاب یک جور پرنده روی صورتشه که نشون میده الان متعلق به یک خانواده دیگه است و قبلا این مسیر هیناکو رو اونم رفته. ولی هیناکو مثل خواهرش نیست. اون از بچگی دلش نمیخواسته رام بشه و به نقش همسر شدن و مادر شدن اکتفا کنه. اون همیشه دنبال یک زندگی متفاوت تر بوده. برای همین دلش نمیخواد مثل خواهر و مادرش بشه. هیناکو با ازدواج اجباری مجبور دوستای کودکیش به خصوص شو رو برای همیشه توی درونش بکشه و دیگه نمیتونه اون آدم سابق بشه. به همین خاطر جنگ بزرگی درون اون اتفاق میفته و به دلایلی که در ادامه میگم هیناکو دچار توهم میشه و اتفاقات بازی توی ذهن اون رقم میخوره. در طول این فرایند درونی هیناکو بهترین دوست شو، رینکو و ساکوکو رو میکشه و با تبدیل شدن به شیروموکو که به زبان ژاپنی به معنای عروس پاک هست، پدر و مادرش رو هم در درونش میکشه. بشین ناپاکترین روزیه که من دیدم. واقعا داره به جنگ عقاید ژاپن هم میره. متوجه میشیم هیولای درون مه که دائم در حال تعقیب هیناکو بود در واقع ورژن عروس شده و بدون چهره خودش بوده که قصد داشته هرچی از گذشته هیناکو وجود داره رو نابود کنه تا هیناکو تبدیل بشه به عروس ایدئالی که جامعه ازش انتظار داره. چهرهش هم بیشتر از این که ترسناک باشه حال به همزنه و این چیزیه که جالب نیست. جالب نیست. حال به همزنی فرق داره با ترسناک بوده. مثلا کله هرمی ترسناکه، این حال به همزنه. حالا بریم سراغ اولین اندینگ که معروف به اندینگ Coming Home to Roost، یعنی اومدن به خونه برای استراحت. خب همون پایانیه که ما گرفتیم. خب در این پایان هیناکو در انتهای مراسم بعد از صحبت کردن با خواهرش تعداد زیادی از قرص‌هایی که شو بهش داده بوده رو میخوره و کنترلش رو از دست میده و با شیروموکو همون عروس بدون چهره مواجه میشه و باهاش مبارزه میکنه که نشون دهنده احساس واقعی هیناکو در مورد این ازدواج و مخالفتش با عروس شدن هست. هیناکو نمیخواد تسلیم اون مرد روباهی بشه و میخواد هویتش به عنوان هیناکو شیمیزو از بین نره و خودش باقی بمونه. این نبرد منجر به این میشه که هیناکو راه خروج از معبد رو پیدا میکنه و میخواد که از اونجا بره بیرون. اون معبد پر شده از قرص‌های قرمز و سفیدی که شو به خاطر سردردش در ابتدای مراسم عروسیشون بهش داده بود تا حالش بهتر بشه. اون از معبد میره بیرون ولی شیروموکو بیخیالش نشده و دوباره جلوش ظاهر میشه. هیناکو فریاد میزنه Get out of our way! Get out of our way! برات روش کلیک میکنم پول بیشتری بده. Und jetzt? Jetzt macht ihr Padineros mit den Dinos. Auf Kleinanzeigen. Mach jetzt die besten Deals und richtig Kohle. Kleinanzeigen. Große Wirkung. حال نگاه میکنیم حمایت بشه از داشتمون زحمت کشیده، جر خورده، داستان گذاشتن سخت. Hey, Unai, spiel Dancing Monkey. رو اینم کلیک میکنم برات حال کنی. این ماشین من اینو میخوام. einem Hyundai-Partner. بعد از تیتراژ صدای بیسیم پلیس رو میشنویم که دارن میگن یک زن جوان 20 ساله که لباس عروس تنش هست درون یک عروسی کشتار به راه انداخته و الانم 2 مرد رو توی خیابون کشته. اینجا متوجه میشیم که تمام ماجرای بازی در شب عروسی هیناکو و در ذهنش داشته رخ میداده و توی نبردش با شیروموکو در واقع توی دنیای واقعی داشته آدم‌های دور و برش رو سلاخی میکرده. دوربین در انتها قرصای قرمز و سفید رو نشون میده که همون قرصایی هستن که شو در ابتدای داستان به هیناکو داد تا سردردش خوب بشه. ظاهرا این قرص‌ها بودن که هیناکو رو به توهم انداختن و باعث شدن هیناکو غرق بشه در درون خودش و در نهایت دست به این جنایت بزنه. ولی خب آخر داستان پلیس داره میگه مظنون همچنان فراریه و به نظر میاد هیناکو تونسته از این زندگی که نمیخواسته فرار کنه.
پایان فاکس ودینگ یا پایان عروسی روباه. در پایان عروسی روباه که معروف به پایان بد بازی، دوباره هیناکو با خواهرش مواجه میشه. جونکو به هیناکو میگه که اون دیگه هیناکو سابق نیست و هیناکو قبلی دیگه مرده. هیناکو این بار قرص مصرف نمیکنه، اما دوباره مراسمو به هم میزنه و همچنان در حال مقاومت برای تن دادن به ازدواجه. اون در پایان با نسخه روباه خودش مواجه میشه، نسخه‌ای که هنوز به طور کامل به عروس تبدیل نشده و نیمه روباهه. دو هیناکو به سمت هم حمله میکنن، اما مرد روباهی سر میرسه و به نسخه روباهی هیناکو یک اکسیر میده که بخوره و باهاش بتونه هیناکو سرکش و سابق رو شکست بده. این صحنه به این معنیه که مرد روباهی تردید هیناکو و احساس واقعی اون در مورد ازدواج رو میفهمه و اون رو راهنمایی میکنه تا گذشته‌اش رو نابود کنه. ولی ناگهان شو سر میرسه و Why are you protecting him? I swore that I'd keep you safe. Don't you trust me? It's always been the two of us. Why him? حقت شو، هر کی تو هم دنیا من خودم مثل شو رفتم، ولی خب حقت تا تو باشی که عاشق نشی. شو، من دختر بدیم، تو پسر خیلی خوبی هستی، برای تو دخترای بهتری از منم وجود داره، من لیاقت تو رو ندارم، تو خیلی خوبی. گفتم منم رفتم نگاه همین الان میگم. You always say you want things to stay as they are. But Kotoyuki, he says he wants to build a future together with me. در این پایان میبینیم که همسر هیناکو که اسمش کاتایوکی هست آدم بدی نیست و قصد داره واقعا یک زندگی خوب با هیناکو بسازه و هیناکو تصمیم میگیره به این ازدواج تن بده تا خواسته خانواده‌ها و کاتایوکی رو برآورده کنه. این مسئله شو رو خیلی ناراحت میکنه و شو زمانی که میفهمه هیناکو تصمیم گرفته با کاتایوکی بمونه عذاب وجدان میگیره که اون قرصا رو بهش داده. I gave you those capsules. What about them? They help you reflect within yourself. But they can be extremely dangerous too. Why would you give me something like I didn't that? want you to get married! پدر سگ معتادم همونطور که کرده. دیدید شو از اول قصد داشته جلوی عروسی رو بگیره، برای همین به هیناکو اون قرصا رو میده تا مرد روباهی و ازدواج رو مثل هیولا ببینه و منصرف بشه. شو به خاطر کاری که کرده ناراحته و از خودش بدش میاد و تبدیل میشه به هیولای سوکوگامی و هیناکو باید با اون مبارزه کنه. هیولاهای سوکوموگامی در فولکلور ژاپن وسیله‌ای هستن که بعد از انجام وظایفشون زنده میشن و حیات درونشون دمیده میشه. در اینجا شو وظیفش رو به عنوان بهترین دوست هیناکو انجام داده و ناخواسته با قرصایی که بهش داده باعث شده هیناکو به این روز بیفته. بعد از مبارزه شو به کاتایوگی میگه اگر اتفاقی برای هیناکو من بیفته حسابتو میرسم. کاتایوکی هم میگه هیناکو به من تعلق داره نه تو، ولی چون فقط ما دوتا هستیم که اونو تونستیم درک کنیم میتونیم با هم دوست بمونیم. اون دو نفر مثل یک وسیله با هیناکو برخورد میکنن و با این وجود هیناکو میاد و بین اون دو نفر قرار میگیره و به شیروموکو تبدیل میشه و نقشش رو به عنوان همسر قبول میکنه و تسلیم میشه. چه وسیله‌ای، ما هم صلح. در اینجا برای اولین بار کاتایوکی نقابش رو برمیداره و میتونیم چهره واقعیش رو ببینیم. در آخر این پایان میتونیم ببینیم که شیروموکو داره با کاتایوکی زندگی میکنه، اما هیناکو واقعی داره زجر میکشه و در عذاب. این اشاره به این داره که دیگه ته وجودش راضی نیست و اینا. نه بابا دخترها تو دنیا واقعی اینجوری نیست. پایان The Fox With Its Tail که به معنی روباه دمش رو خیس میکنه هست. این پایان خوب بازیه. در این پایان هم هیناکو روبروی خواهرش دوباره میسته و بهش میگه من هم حق زندگی دارم. حق دارم سرنوشتم رو خودم انتخاب کنم. این انتخاب خودمه نه هیچ کس دیگه. اما خواهرش معتقده که دیگه خیلی دیر شده. هیناکو میگه نه هنوز دیر نشده. اون دوباره میره و مراسمو به هم میریزه، اما این بار اون عروسکش هم روی شونه‌هاشه و نادیدش نگرفته. دوباره هیناکو نیمه عروس یا هیناکو روباه میاد سراغش، ولی این دفعه هیناکو قوی‌تر از قبلشه و مستقیم میگه که تنها چیزی که میخواد اینه که خود واقعیش باشه.
اون به نسخه روباهی خودش میگه که من به تو تبدیل نمیشم و این تویی که دوباره باید بشی هیناکو شیمیزو. هیناکو با شیروموکو مبارزه میکنه باز و از زمانی که میخواد ضربه نهایی رو بزنه This is not behavior befitting a bride to be. Tell me, who the hell are you? در این پایان کاتایوکی چهره واقعی خودش رو نشون میده و بعد از شکست دادنش بازی این صحنه رو نشونتون میده. So thank you for everything. Hinako! Over here! Hurry! I can settle matters here on my own. I remember playing Space Wars with you back in the day. And that means you're one of us then, our comrade in arms. بیا برو گم شو بچه، بیا برو. I suggest you leave. والا برو بچه سرمون دریه. After all, and won't hesitate to consume you if given the chance. See you later, comrade. برو بچه برو، هنوز کودکی. هیناکو و شو با هم فرار میکنن و بالاخره هیناکو هم به معشوقش و هم به آزادیش دست پیدا میکنه. Hungrig wie ein Bär? Neu, Beefy Chicken. Stille deinen kleinen Hunger. Du bist erwachsen. Du triffst Entscheidungen jeden Tag. Du steuerst dein Leben. یه چیز دیگه که این پایان داره اینه که آخرش صدای رادیو میشنویم که یک نفر داره خیلی مبهم و سراسیمه در مورد آزاد شدن گاز هیدروژن سولفید در ایبیسوگاوکا میگه. به مترو و حمله تروریستی ژاپن ربط داره که اساسین کرید هم تو اون روزا بیشتر میشه این گاز و از اهالی شهر خواسته شده شهر رو فوراً تخلیه کنند. این قسمت به چیزام ربط داره، به سایلنت هیل واقعی. واقعا مشخص نیست در مورد چیه، اما یه تئوری براش هست. ببینید توی ابتدای بازی یک یادداشت هست که نوشته، من نظرم میگم بعد داشتم بگه، تو سایلنت هیل واقعی که ازش الهام گرفتن یکی از شهرهای آمریکاست که آشغالا رو دولت هر روز مثلا هر هفته میبرده یه جای آتیش میزده. چند سال به این کار ادامه میده، بعد چند وقت میفهمن که واویلا این آتیشی که ما میزدیم این آشغالا رو به معدن‌های زغال سنگ سرایت کرده و باعث شده از زیر شهر آتیش بگیره، یه گازهای مسموم بیان، آب مسموم شده، همین چیز مسموم شده و مردم اون شهر رو تخلیه میکنن و ایده اصلی سایلنت هیل، شهر سایلنت هیل از اون شهر میاد که قبلا یه شهر پر رونق بوده، تفریحی بوده، همه حال میکردن و حالا تبدیل شده به گستن. حالا اینجا بازی داره به همون اشاره میکنه که آره ما الهام از اون شهر گرفتیم و این شهری هم که تو این ژاپن دلیل میاره که چرا رفتن به ژاپن، دلیلش اینه که آقا تو این شهرم همون اتفاقی که تو اون سایلنت هیل افتاده اینجا هم افتاده. حالا ببینید تئوری ستون چیه. روباه‌ها در ایبیسوگاوکا خدایانی هستند که پرستیده میشن و بی احترامی به اونها و یا نافرمانی از دستورات الهی اونها باعث فاجعه و مصیبت میشه. هیناکو با انتخاب زندگی به عنوان هیناکو شیمیزو و ازدواج نکردن با روباه به خدای روباه بی احترامی کرده و در نتیجه فاجعه نشت گاز هیدروژن سولفید که مجازاتی برای همه اهالی شهر اتفاق میفته. این قضیه در حد تئوریه و هنوز کسی واقعا متوجه اون پیام رادیویی مرموز نشده. تئوری اون چیزی که من گفتم احتمالاً درسته. خب رسیدیم به پایان اصلی بازی. اصلی که میگم یعنی قبلی ها کنون نیستن و این یکی کنونه و زمانی بهش میرسیم که بازی رو 100% کرده باشیم. در این پایان هیناکو فهمیده قضیه چی بوده. اون معتقده که خانواده‌اش، خانواده روباه و حتی شو دنبال کنترل کردنش هستن و همه میخوان خواسته های خودشونو بهش تحمیل کنن و هیناکو رو در برابر خودش قرار بدن. فمینیست. هیناکو دوباره مراسم عروسی رو به هم میزنه و ورژن روباهیش دوباره سر میرسه. اما این بار اون دو نفر با هم عقیده هستن و هر دوشون در جستجوی شادی توی زندگیشون هستن. اما یک نیروی از بیرون اونها رو مجبور میکنه در برابر هم قرار میگیرن. این نیرو ترکیبی از بازهای اندینگ های قبلیه و از هیناکو میخواد تصمیم بگیره میخواد کدوم ورژنش باشه. یعنی شو رو انتخاب میکنه یا کاتایوکی رو. در اینجا هیناکو باید با هر دو هیولای شو و کاتایوکی مبارزه کنه. اما توی مبارزه میفهمیم که این دو هیولا توسط شو و کاتایوکی کنترل نمیشن و در واقع ایدئولوژی و تفکرات پدر و مادر اونها هستن و اونها که ویلن های اصلی بازی هن و
دارن این ازدواج رو به اجبار برگزار میکنن. یکی از نوشته‌های مربوط به خانواده روباه به این موضوع اشاره داره که بعضی وقتا یک دختر با قدرت الهی به دنیا میاد و وظیفه وارث اون قبیله اینه که اونو به همسری خودش در بیاره. در این پایان ما میتونیم حرفها و احساسات واقعی کاتایوکی رو بشنویم و بفهمیم در مورد ازدواج واقعا نظرش چیه. اینجا میفهمیم که کاتایوکی هم قربانی بوده و اونم آماده ازدواج نبوده و اون هم باید اول بفهمه میخواد چه کسی باشه و شاید یک روز اونها دوباره به هم برگردن و اگر سرنوشتشون باشه با هم ازدواج میکنن. در این پایان هیناکو به جای فرار کردن خودش میشه تصمیم گیرنده برای اینکه میخواد با شو باشه یا میخواد با کاتایوکی باشه یا اینکه نه با هیچ کدومشون نباشه. در آخر ما نامه‌های کاتایوکی به هیناکو رو می‌بینیم که نوشته می‌خوام جا پای تو بذارم و از زندگیم لذت ببرم و با کودک درونم بیشتر ارتباط برقرار کنم و رویای خودم رو پیدا کنم. آخ بدم میاد از سیاست. آخه من ریدم تو کودک درون. آخه کودک درون کجا بود تو سایلنت هیل؟ فکرش بکن الان سایلنت هیل 2 بیاد جلوش. من خوشم اومد ولی این چیزا رو که دارم میفهمم داره بدم میاد. خب بازی هنوز یک اندینگ دیگه داره که فان هست و ربطی به داستان نداره و صرفا شوخیه. این اندینگای فان یه جورایی تبدیل شدن به سنت بازی‌های سایلنت هیل و این بازی هم از اون سنت پیروی کرده و در بخش آخر ویدیو میتونید تماشاش کنید. خب پایان فان. Why isn't there anyone in town? Because of them. There's no doubt about it. Them? Yeah, the aliens. They've been eyeing Earth for a long time, waiting for the chance to snatch up humans and replace them with aliens. Rinko, Hinako, me, any one of us could be an alien merely pretending to be the real person. I'm not an alien! Is there any way to prove our identities? There is. What? Didn't you die? That thing killed you! This is Roboco, an anti-extraterrestrial search and destroy robot I designed and built. This robot can detect aliens masquerading as humans and automatically eliminate them. The battery's dead. Wait, so the Sakuko that thing killed was actually an alien? That thing was chasing me all over the place. I guess you had a hint of alien on you, Hinako. You might be an alien, or maybe someone close to you is an alien. These things copy everything down to your memories, but they're not perfect. Hinako, try saying something only the real you would know. Oh! Rinko once took some of Shu's hair and hid it inside her pillow! Ah! Let it go try out a love spell and dream! Your turn, Rinko! One time, Hinako forgot her underwear in the locker room at camp and didn't claim it! Rinko! You're gonna burn in hell for that! Can't blame you for not claiming it. Gotta be embarrassing saying it's yours when the teacher asks whose it is. Privacy wasn't really a thing back in the day. Well, one time, Rinko skipped gym class and took Shu's clothes and... Well, the day after she fought with Shu, Hinako took his recorder and... I think I'm more scared of girls than aliens at this point. Okay, you're good. You guys passed the test. Next up, it's us, I guess. So one time, Shu ripped a page out of an adult magazine and hid it behind his bookshelf. And he also cut out a photo of a classmate's head and taped it to a swimsuit model poster. Okay. We got it. Now it's my turn. Sakuko first started wearing a bra in the 6th grade, while Hinako and Rinko started after summer break in 5th grade. How's that? Well, we didn't find an alien. But we did find an enemy to all women. Hinako, we're heading home. What about the aliens? Everything all right? The neighborhood watch got together and took care of them.
اصلا با چیزی که تجربه کردم همچون پایانی غیر ممکنه. Dinner tonight, I'll make your favorite Hamburg steak. Mother, I told you that's Junko's favorite. خیلی بی‌معنی بود، جدی بهت میگم. اصلا من نفهمیدم چی شد. ببین بیشتر رو سیاست رفت، یعنی اگه بقیه پایاناشو نمیدیدم، همون پایانی که خودمون گرفتیم و میدیدم، خوشم اومد، لذت بردم، داشت میشه جز بازی ها مورد علاقم. ولی وقتی پایانای دیگه شو دیدم داره حالم به هم میخوره، اونا باهاش مثل یه وسیله رفتار کردن. مگه من وسیلتونم؟ زن اینجوریه، زن اونجوریه، زن خودش انتخاب میکنه، زن فلانه، زن به درد بگیری بذار بازی کنیم. پایان یو اف او هم که مثلا مال سایلنت هیل 2 اینجوری بود که اون جیمز نسخه اصلی میومد، نسخه ریمیک رو میدوزید، میگفت تو فیکی، تو کلونی، تو فلانی، تموم میشد میرفت. نه که 4 تا تینیج بشونه اونجا، واو این شورتشو اینجوری کرد، اون سوتیانشو کلاس 5 پوشید، اون 6 زدیم اشاره این دشمن همه دختراست. خسته نباشی. کشم انداخت آخرش. فضایی رو پیدا نکردیم ولی دشمن همه دخترا رو پیدا کردیم. کی بود؟ شو بود. شو کیه؟ مرد کیه؟ خیلی بدم اومد، کاش که نگاه نمی کردم، اون پایان خودمون می اومدم تعریف می کردم. یکی گفته بود بازی در مورد کودک همسریه. ببر تو کوچه. کجاش در مورد کودک همسری بود؟ چرت و پرت فمینیست بود. از اون اول رو حرفم هستم. فمینیست بود، فمینیست هست، فمینیست میماند. و سلام. فعلا